چه چیز امیدوار باشم؟ به این که حتما میرسی. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. وقتی انسان آرزو کرد، اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی آدم آرزو میکنه که ای کاش من چنین و چنان بشم، بدونی که حتما میتونه بشه، وگرنه آرزو نمیکرد. هیچ بره‌ای که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اون بخاطرش خطور نمیکنه. اون آدمی که پدرش مثلا میگه که این بچه رو بخوام بذارم، آرزو میکنه برای اون بچه، برای که میدونه این میتونه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما. مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که میآید صبا. یعنی خروس، این طلب مثل خروس میمونه، فریاد میکنه که صبح داره میشه. همون لحظه که طالب شدی بدون که همون لحظه به مطلوب نزدیک شدی و داری میری، مطلوب مال توه دیگه، نمیتونن بهت ندن. بنابراین زندگی انسان معلوم میشه که من یک متحرکی هستم، یک مسافری هستم از عالم نقصان به عالم کمال. این حرکت جوهری که میگن اینه. حالا هم میگن حرکت جوهری چیه؟ چه تفسیرهای گوناگون میکنن. بعضی میگن اصلا در خور فهم ما نیست. چرا در خور فهم ما هست؟ چطوری که حرکتی که ما داریم میکنیم میتونیم بفهمیم چه حرکتی داریم میکنیم؟ اونا که میگن عالم همش حرکت جوهریه، منم دارم حرکت جوهری میکنم، چطور من نمیتونم بفهمم که چه حرکتی دارم میکنم؟ حرکت جوهری این است که در جوهر ذات من یک کمالی حاصل میشه، یه صورت به معنی کمال، چون صورت مطلق خداست، کمال محضه. ما یه چیزی داریم یه چیزی نداریم، اون همه چی داره. ما هم هیولا هستیم هم صورت. هیولا یعنی قابلیت. ما مرکبیم از قابلیت و فعلیت. یه چیزی داریم که فعلیت کلاس دوم ابتدایی، قابلیت دارم برم سوم ابتدایی. یه چیزی دارم یه چیزی ندارم. اما اونی که تمام صورت‌ها درش همه و هیچ قابلیت چیزی درش نیست که بخواد بعداً بهش برسه، اون خداست. و همجهت امروز گفتم که سنس آف فرم، آدمایی که سنس آف فرم دارن، یعنی براشون اهمیت داره که یه فرمی تناسبات داشته باشه، هماهنگ باشه، سیمتری داشته باشه، توازن داشته باشه، این آدم حضور الهی رو حس میکنه و اون آدم میتونه معماری داشته باشه، نقاشی داشته باشه، موسیقی، برای اینکه سنس آف فرمه.